مسئله مهم خداخواد بیان میکنیم. البته امروز خداخواد همون عیان است. خداخواد عیناً امروز من درباره خوشتامن ها گپ میزنم. خوشتامن ها ان شاء الله خداخواد امروز تا گرفتن عروس بسیار خداخواد زحمت میکشند، میدوند، خداخواد مبارزه میبرند، التماس میکنند یا نمی خانه دختردار رفته خداخواد قاب وعده ها میتیند دختر شما خداخواد خانه مانده کرال زندگی میکند، دشت در آب خنک نمیزند. انشاءالله خداخواد همچون دخترم قبولش میکنم. خداخواد از دخترم بالاتر نگاش میدارم. پاک ملیکه خداخواد پادشاهی زندگی میکند، قاب وعدای دروغ میتید، بدی خداخواد عروس خانه درمد پرابلم معما سر میشود یا نمی. یا خود جوان هم خیلی هستند تا گرفتن شد نه شب میگه 12 شب 1 شب پیش دیوار از تلفن کنه تا سر تلفنش خاموش نمیشه، میمرمت میخرمت خداخواد انشاءالله بیارمت فلان میکنم حرمتت میکنم عزتت میکنم از در که دورمت بلا زد و دختره کن. من فکتاش که میگم انشاءالله در سعیدی من چندین دختران استثادیان، چندین دخترها اومده شکایت دارند، زنها شکایت دارند. مقصد میگه تا گرفتن همه دروغ. این کسی که این وعده ها را میکنی اگر در خانت آورده همون دختر خداخواد انشاءالله خار کنی، این وعده دروغ است، منافق هستی، روز قیامت پیش الله سبحانه و تعالی جزای سخت گرفتار میشی. علامت منافقا 3 است. پیش از صحبت میگم. یکیش گپ زنه دروغ میگه، دویم وعده کنه خلاف میکنه، سوم امانت گیره خیانت میکنه، چهارم مبادا اگر جنجال کنه حقارت میکنه. این منافق حقیقی است که پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم 15 عصر پیش برای ما شما اعلان داشت، برای ما شما بیان کرد که هوشیار باشین، این خصلت ها باید که بر مؤمن ها نباشد. وعده که وعده کرد انشاءالله خداخواد این خانه آوردن بعد خداخواد 10 آدم درباره یک دختر انشاءالله خداخواد حکمران میشوند. مبادا اگر خداخواد اینجا به وقت خزد جنجال، مبادا افکات سوزونده موند جنجال، چای به وقت دم کند جنجال. این چه شوهرش خداخواد پیلوس یا نمی یا حقیقت نسمی. او وعده کجا شد امروز؟ یه روز دختر آمد میگه که داملا جان، حتی اینکه خوشدامن میگه من بر همسرم در یک خانه ایستادن نمیخواهد، حتی دریزه ما تختق میکند. شوهر میگه وقتی که از رسیه میآید میگه وقتی که داخل خانه نشده میگه دوله نخشتامنم سر میشود. دریزه تختق کرد میگه برو پیش من نخوره. این شرمندگی نیست؟ همچون میگه کل ماند از معامله میکنن، میگن غلام از کوی بازار خریدش میآیند، همچنان میگه خداخواد من در معامله میکنم. از زندگی بیزار شدم. همه خوشدامن یک بار فکر کند که خودش همه خیلی نبود، خودش 20 سال بعد کلین عروس نبود. در وقتی عروسی همین هم گاه ها به وقت است، گاه ها افکات سوزون، گاه ها خدا خواهد نپرسیده کوچه برمد، گاه ها وضع کرد میگه خوشدامنش کرد کرد کو آن چی کردی میگه با عروس خدا خواهد با همه عروس با همه خوشدامن چی کراشی البته میکشی. تو از خودت خفه شو که زمان بود که خودم همچنان خدا خواهد خوشدامن تکراری، خودم همچنان معامله کردی انشاءالله. خدا امروز از این عروس ها میگیریم معامله را نکنه این کار خدا خواهد. یک دختر میگه من از زندگی بیزار شدم داملا جان، خود مکشم فقط حرام میمرم. عموما در خانه حتی در افکات خوردنش بینن این بدبختی ها. وقتی که افکات خوردن شدن نمیومدنش افکات خورد، فلان بیار پیستان بیار این کار که مقصد هم بیچاره نخورد. این کجاش عدل و انصاف ہے؟ این کجاش آدمگری ہے؟ این که کجاش حتی خوشدامن بوده است که یا دختر نیست است، خوشدامن بوده است که کیلوش میزنون دست خلصن نشده است با لطش کنه بچه یاد میدوده زنش خراری کارش فرم. این کجاش عادلی است؟ با شما باد صدای خدا. آمانه شدن را فراموش نکنید.